استاد چرا سرگردان هستی؟ اولا راست بگم میخوام یک موضوع بسیار مهم را پیدا کنم در این کتابا و همچنان کتابای دیگه دنیا. اما موضوع است که قلب ما پاک است. به می خاطر چرا باید نماز بخوانم، چرا باید حجاب بپوشم، چرا باید روزه بگیرم، چون قلب ما پاک است. میخوام این موضوع را ببینم در کدام کتاب ذکر شده. این موضوع از کجا گرفتی؟ کی بر این سرت شده؟ کی برد گفته که خداوند میفرماید که قبل پاک باشه، به خاطر نیاز نیست که خودت نماز بخوانی یا روزه بگیری یا حجاب درست بپوشی یا اعمال درست داشته باشی یا سیگرت و شرابک بزنی، مشکل هیچ، به خاطر قلبت پاک است. نفهمی از کدام کتاب گرفتی؟ میخوام این ادرس شما بگویی. به خاطر ما در لایبرری خود ما و همچنان در کتاب حدیث، قرآن، دیگه مسائل پیدا نتونستم بکنم. میخوام از شما بشنوم. به خاطر که چرا قلب یک انسان پاک باشه، قلب مثل یک گروپ است. اگر در داخل گروپ روشنی است، بدون شک در بیرون روشنی است. و قلب انسان که پاک باشه، باز انتخابایش پاک می باشه. یعنی قلب ما پاک است، به می خاطر ما انتخاب ما پاک است. میتونم لباس درست بپوشم، حجاب داشته باشم، همچنین اعمال خوب داشته باشم، نماز خودم میخوانم، روزه خودم میگیرم و مردم خوب هستم ان الله. این موضوع کاملا غلط است. میبخشی بگویم، در هیچ نوع کتاب دنیا نامده که قلبت پاک است و هر مزخرفاتی که میکنی او مشکل نیست. از خدا بترس و ای به نفس خود نگو، به خاطر که در جای بسیار بد خود رفتی.